چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چیکار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی مرا پایمال میکنند؟ عفیفه سلیمان را قانون نوی ولایت کویبک کانادا که پوشیدن نقاب را در مکانهای جمعیتی ممنوع میکند به خشم آورده است. طرفداران قانون میگویند که هدف آن محافظت ارزش‌های دنیوی کویبک است، نه تبعیض نفری. ما طرفدار گوناگونی یک ارزش مهم جامعه هستیم، ولی نمیخواهیم چنین پندارند که ما کسی را تبعیض میکنیم. قانون باید از ماه ایول سال 2018 حکم اجرا بگیرد. ظاهراً هدف آن فقط نقاب است که مهاجران از کشورهای عربی و شمال افریقا می پوشند. پوشیدن این گونه لباس در خدمات دولتی مثل نقلیات و مؤسسه ها ممنوع می شود. پوشیدن این گونه لباس به کارمندان نهادهای دولتی به مثل معلمان و طبیبان و افسران پلیس در کویبک اجازت نیست. مخالفان قانون میگویند که منع نقاب کاری درست نیست. حتی اگر نقاب یک نوع تبعیض زن باشد، ولی محروم کردن آنها از استفاده نقلیات و دسترسی به تحصیل و خدمات تندرستی حل مسئله نیست. سند منع پوشیدن نقاب قانون 62 نام گرفته است و روز 18 اکتبر قبول شد. در کویبک اکثر مردم به زبان فرانسوی صحبت می کنند و منع پوشیدن نقاب در آنجا یک نوع پیروی به فرانسه است که سال 2004 لباسهای دینی در مکتب‌ها را ممنوع کرد. با افزایش مردم مسلمان در ولایت، این نگرانی ها افزوده است که کویبک هویت دنیوی خود را از دست می دهد. اسلام ستیزی هم در ولایت در سالهای اخیر افزوده است. ماه ینوری سال روان یک دانشجوی فرانسوی با حمله به مسجد کویبک 6 نفر را به هلاکت رساند.